بچه‌ها چطورین؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. از ویدیو قبلی هم خوشتون اومده باشه و مرسی که ولاگای منو میبینید. مثل همیشه من اومدم با خبرهای جدید. من الان استانبولم، چند روزی درگیر کارهای امتحان فاطمه بودیم و دیگه تحت فشار بود و استرس و مثل همه ما دیگه کنارش بودم. سعی کردیم، ما 3 تا دوستیم اینجا و واسه هر کدوممون یه اتفاق عجیبی افتاد توی این مدت. دیگه سعی کردیم کنار هم دیگه باشیم، حواسمون به فاطمه باشه و هیچی همراهیش کنیم تا دادن امتحان فاطمه تمام شد و دقیقاً روزی که ما فکر کردیم روزی که ما فکر کردیم که دیگه الان راحت میشیم، الان میشه خوش بگذرونیم و زندگی داره روی قشنگش رو به ما نشون میده، استرس‌ها تموم شد. دقیقاً توی راهی که برمیگشتیم از امتحان فاطمه من دیدم که خبر اومد از گروه کلاسمون، نماینده کلاسمون خبر گذاشته بود که بچه‌هایی که میخوان برن امسال بیمارستان باید یه امتحان اضافه بدن و ببین خوب شد که من هنوز ایران نرفته بودم، این که اصلا به کنار. خسته شدم از امتحان دادن، خسته شدم، فکر می‌کردم دیگه تموم شده. فکر کنم صدای این امیدوارم اذیتتون نکرده باشه. دیگه فکر می‌کردم تموم شده و داشتم قشنگ اینجا برای خودم مسافرت وارانه زندگی می‌کردم، ولی دیگه یه نصف روزی هم خودم ناراحت بودم، هم مامانم ناراحت بود، خانواده‌ام ناراحت بودن چون نمیتونم برم ایران. و بهتون بگم 1 ماه و حدوداً 13-14 روز دیگه است، درسته؟ آره 1 ماه و 13-14 روز دیگه است امتحانه و من تا اون موقع باید مثل چی درس بخونم، چون که امتحان خیلی سختی هم هست و قبلا برگزار نمیشد، امسال گذاشتنش. بی برنامگی دانشگاه هاست دیگه، هیچ کس هم از دانشگاهش راضی نیست. دقت کردید هر دانشجویی که ازش بپرسید اینجوریه که دانشگاه من بدترین دانشگاه دنیاست. ما الان، یعنی من در واقع الان یه سری وسایل آوردم اینجا چون می‌خواستم برم ایران. وسایل ایران رفتن بود، یه 2-3 روز استانبول موندم بود و الان باید برگردم خونه خودم و وسایل مسافرتیم رو با وسایل یک اقامت طولانی مدت دانشجویی عوض کنم. ببرم جزوامو بیارم، باید برم لباس بیارم چون که میخوام اینجا پیش فاطمه بشینم درس بخونم. این چند روز فاطمه پیش من بود درس میخوند، الان برعکس شده قشنگ دیگه، اون استراحته من درس دارم. اصلا باورم نمیشه یهو امتحان گذاشتن و اگه میبینید روحی هم الان خوبه بابت اینه که گذشته از خبره و دیگه باش کنار اومدم. با اینکه تابستونم کلاً بره واسه درس خوندن کنار اومدم، اصلا آسون نبود ولی دیگه اتفاقا همینجوری بهت پرتاب میشن، تو هم باید بگی باشه دیگه، هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم دیگه. خلاصه همین دیگه، قرار بود ولاگ تابستونی بگیرم، عوضش الان باید بشینم درس بخونم. نمیدونم، همراه هم باشید دیگه ببینیم چی میشه. امیدوارم که خوب بگذره. فقط به همین یعنی دلم خوشه که اینجا پیش فاطمه هم و روزام قرار نیست اون همه سفت و سختی بگذره و حتما برنامه اینو دارم که صبح برم بدوم. این برنامه هست یعنی قشنگ، ولی که انجامش میدم یا نمیدم اون نمیدونم. صبح بریم بدویم، فاطمه هم میخوام مجبور کنم که بیاد با من بدوه و یکم دیگه بگردیم توی همین تایما. شد نشدم درسم اولویت داره و دیگه چی میخواستم بگم؟ توی من قشنگ موضوع ولاگ جدیدم رو آماده کرده بودم، لیست نوشته بودم که چیا میخوام بگم، چون که نمیدونستم یعنی چجوری باید شروعش کنم، چجوری باید تمومش کنم، چجوری باید پیش ببرمش و نوشته بودم. میخواستم چند تا کتاب بهتون معرفی کنم توش، یکم زندگی خارج از درس داشته باشیم و اینا، ولی دیگه نشد دیگه. به همون ولاگای درسی ادامه میدیم فعلا تا ببینیم چی میشه. ببینم من اصلا 2 هفته گیر میارم توی تابستون که استراحت کنم یا نه. من مثل شما تا آخر تابستون امتحان دارم، ایشالله که خوب بگذره. میبینمتون در ادامه. مرسی که ولاگای من نگاه میکنید.
چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من برگشتم به همون لوکیشن همیشگی که دوباره بشینم درس بخونم و روز از نو، واقعا روزی از نو. همونجوری که میدونید من الان یه امتحان دارم دیگه، حدوداً 1 ماه و مثلا 14-15 روز دیگه هست، 14 روز دیگه است و خیلی خستم. یعنی این مسیر خیلی خستم کرد اومدنی و یه جورایی دو به شک شدم که برگردم استانبول یا نه. الان میخوام یکم کارو اینجا حل کنم. 2 تا کار دارم که حتما باید فوری فوتی انجامشون بدم. اولیش اینه که یه ایمیل اومده از دانشگاه که باید برم راجعش با استادم حرف بزنم، با یکی از استادام. به استاد ایمیل دادم که هر وقت که تایم داشت و دانشگاه بود، چون که تابستون اکثرا نیستن استادا، وقت آزاد داشت من برم و یه قرار ملاقات اگه میتونم بده که من باش صحبت کنم. یکی از کارهای دیگه، این خیلی کار چیزیه، فورس ماژوری، یعنی خیلی باید زود انجامش بدم. و کار بعدی اینه که برنامه‌ریزی کنم واسه این مدت که چی کار باید بکنم، چجوری باید درس بخونم، چون که مغز من بعد از آخرین امتحان کلا ریست شد، ریست فکتوری شدم. کلا گفته بودم که دیگه امسال تمومه و دیگه باور کنید، یعنی وقتی آخرین امتحان دادم سعی کردم که دیگه تمام توانمو بذارم سر اون امتحان که بعد از اون واقعا هیچ اطلاعاتی تو مغزم نبود. الان باید بشینم دوباره برنامه‌ریزی کنم و این امتحانم از کل ساله و واسه وارد شدن به کلینیک دیگه باید خودمون رو خوب حاضر کنیم، چون اصلا معلوم نیستش که چجوری امتحان میگیرم. یه اتفاق خیلی غیر قابل پیش بینی بود، یعنی اصلا سال قبل همچین چیزی نبود و حالا دیگه پیش میاد دیگه، چیکار میشه کرد. اصلا فکر نمی‌کردم ولی این تابستون رو هم مجبور بشم درس بخونم، ولی کلا چی فکر می‌کردیم امسال چی شد. اتفاقای عجیب غریب کلا زیاد افتاد. ولی اتفاق خوبی که این وسط هست اینه که میتونم باز ولاگای درسی بذارم. فکر میکنم که امتحان من و امتحانای شما، حالا چه کنکوری ها چه امتحان نهایی ها، با هم دیگه تموم میشه و کنار هم هستیم دیگه، درس میخونیم، یکم استراحت میکنیم، به هم دیگه انرژی میدیم، حواسمون به هم دیگه هست، سعی میکنیم اگه کمکی از دستمون برمیاد دریغ نکنیم. و دیگه مثل همیشه من اگه چیزی به ذهنم برسه که شاید به درد شما بخوره بهتون میگم دیگه. بریم ببینیم چی میشه. اصلا یه چیزی که هست اینه که خوبه که من برگشتم. من وسایلم جمع کرده بودم که دیگه برم ایران، خب، ولی علیرغم همه توصیه هایی که مامانم کرده بود که مبادا چیزی یادت بره تو خونه که انجام نداده باشی، گازو بستی، نمیدونم اصلا خیلی کارهایی که مثلا باید واسه در اومدن از خونه واسه مدت طولانی انجام بدی، دیگه تک تکشون رو من تو ذهنم تیک زده بودم. حالا جدا از این که یه سری چیزا رو یادم رفته بود ببرم، ولی خب خیلی ضروری نبودن. یادم من اومدم خونه و یه چیزی میخواستم بندازم آشغالی، گلاب بروتون، و کیسه در آوردم، پلاستیک در آوردم که بذارم توی سطل آشغال. یهو دیدم که من و فاطمه، یعنی آخرین پلاستیکی که واسه آشغال استفاده کرده بودیم و در نیاورده بودیم بذاریم دم در، و یه اتفاق واقعا بد میتونست بیفته بعد 1-2 ماه و اصلا دلم نمیخواست برگردم خونه بعد از اون مدت و با یه عالم جونور و حشره های موذی روبرو بشم. پس این اتفاق واقعا اتفاق اون همه بدی نبود برگشتن من. دیگه چی میشه گفت، بعد قسمت خوبش هم نگاه کرد. بهترش این میشد که من همون بار اول یادم میموند و اینو میذاشتم بیرون، ولی خب نمیدونم، یکم هول شده بودیم، یکم دیرمون شده بود به اتوبوسی که بعد میرسیدیم، به خاطر همین دیگه مثلا یه سری چیزای اینجوری رو یادم رفته بود. و یه چیز دیگه، من واسه آخرین بارم یادم رفته بود به این گیاه خوشگل خونم هم آب بدم و مامانم میگفتش که چیز خیریتی توشه و گیاه تو رو صدا زده که نمیره. نمیدونم دیگه مامانم میخواست بهم بویه بده یا چی، ولی خب خودم هم خیلی داشتم ناراحت میشدم بابت این. حالا بیایید یه کاری کنیم، بیایید من برنامه ها بهتون بگم که چیه، که هم ذهن خودم مرتب بشه، همین که شما بدونید که توی این ولاگ قراره چی بگذره. اولین کاری که میخوام بکنم اینه که یک هندونه گنده گرفتم اینجوری و میخوام اینو قاچ کنم، چون که توی تابستون وقتی که توی مثلا کشور اینجوری زندگی میکنی و خونت کولر نداره، بعضی خونه ها دارن بعضی ها ندارن،
مجبوری که یه جوری خودتو خنک کنی. حالا من یه دونه همچین پنکتوری دارم، دستم کجا داریم اینو دارم، قبلا هم گفتم که چجوری کار میکنه و مثلا خوبه، اوکی، دمای خونه خیلی چیز نیست، ولی وقتی که 1-2 درجه این ور اون ور میشه، آب هندونه با یخ واقعا میچسبه، آدمو زنده میکنه دوباره. من همه این هندونه فکر کنم 7-8 کیلوه، همه رو قاچ میکنم، میذارم توی یخچال، توی ظرفای دربسته میذارم، یعنی همیشه این کارو میکنم. کل اون مدتی که فاطمه هم اینجا بود ما هر روز آب هندونه داشتیم و یکم خنکمون میکرد دیگه. و هم یه خوردنی خوشمزه، نوشیدنی خوشمزه است که تو تابستون بهت حال میده، هم سالمه، من هیچ قندی بهش اضافه نمیکنم، همین که آب بدنتو تامین میکنه و همین که خنک میشی دیگه، چی بهتر از این. الان من میخوام اینو قاچ کنم. وای اینو یادم رفت بگم، بذارید بهتون بگم امروز میخوام چیکار کنم. امروز اول جمع شو ای مغز اول اینکه پارمیدا، دوست من که توی ولاگای گذشتم هم امکان داره دیده باشینش، حالا اگر که این ویدیو اولین ویدیویی که دارید از کانال من میبینید، من یه دوست خیلی خوبی دارم اینجا، اسمش پارمیداست و توی 1-2 تا از ویدیوها من بوده، میتونید برید نگاه کنید. و چند روز دیگه تولدشه، من خیلی بهش مدیونم، تو روزای خیلی سخت کنارم بوده، کنار همدیگه بودیم و واقعا ممنونم ازش. میخوام که سورپرایزش کنم، میخوام برم بیرون، قرار داریم با هم دیگه امشب میخوایم بریم بیرون، یه کافه، یه جایی بشینیم و قبل از این من میکروفون نذاشتم، باز صداهای پس زمینه داره مزین میکنه ویدیو رو. میخوایم بریم بیرون با هم دیگه و قبل از اون چی داشتم میگفتم؟ همین داشتم میگفتم، نه داشتم اینو تعریف میکردم. داغونه بچه، داغونه، با همین مغز پریشون باید بشینم درسای بسیار سختی رو بخونم. حالا سخت به کنار، حجمش خیلی زیاده. حالا میخوایم بریم بیرون با هم دیگه و قبل از اون من میخوام برم کیک و کادوش و هدیه تولدش رو بگیرم واسش و امیدوارم که خوشش بیاد. میخوام بیارم کیک و هدیهش رو بذارم اینجا، یکم اینجا مثلا خوشگل کنم، چرا روشن کنم، کار خاصی نمیخوام بکنم و بریم بیرون و بعد از اینکه برگشتیم بهش بگم بیا مثلا یکم بشینیم خونه و حرف بزنیم و اینا، بهش بگم یه دقیقه دم در وایس، خونه یکم به هم ریخته است و بذار من یه دستی به خونه بکشم. یکم بیادبیه این کار که بیرون نگهش دارم چند دقیقه، ولی خب بعدش متوجه میشه که میخواستم سورپرایزش کنم. میام خونه کیک و شمینا میذارم روشن میکنم و سورپرایزش کنم. ایشالله که حالا این روزاشو یکم عوض کنه، چون که اونم الان استاژ داره، تابستونشو مجبوره بره بیمارستان و کی دلش میخواد همچین کاری بکنه. یه خوبی برگشتن منم این بود که میتونم این کار رو انجام بدم، چون که برنامه‌های دیگه‌ای داشتم واسش، ولی خب الان میتونم حضوری کنارش باشم و میدونم تحت فشارید، میدونم وسط امتحانا هستید، کسایی که نهایی دارن کم و بیش دارم پیگیری میکنم، دارن امتحان میدن، میبینم که مینویسن آسون بوده، سخت بوده. امیدوارم به خوبی گذشته باشه و همین که داره تموم میشه خودش به خدا نعمتیه. فقط بگذرونیم این دورانو، امسالو فقط بگذرونیم تموم بشه، چون که واقعا دیگه هر چی در چنته دارم میذارم برای تموم شدن امسال و هممون همینطوریم. از این بابت مطمئنم من وضعیتم از خیلی ها هم بهتره، حتی بعضی تو شرایط خیلی سختری دارن کاراشون رو انجام میدن و درس میخونن، اصلا قابل مقایسه نیست. و فقط همین که درصدی که میتونیم موفق باشیم تو این همه اتفاق یه کوچولو با تلاشمون بره بالاتر واقعا، چون خیلی کاری از دستمون بر نمیاد. همین که تلاشمون رو بکنیم واقعا خودش خیلی کار بزرگیه. بهتون خسته نباشید میگم، تو ادامه ویدیو هم میبینمتون. مرسی که همراه من هستید.
گرفتم، کیکش هم گرفتم دیگه، برم باهاش بیرون که قرار گذاشتم و دیرم هم شده. بعدش اومدنی میام اینا رو درست میکنم که یکم سورپرایز بشه دیگه. میبینمتون تو ادامه. به زورم هدیه واسش پیدا کردم چون اصلا نمیدونستم چی واسش بگیرم. حالا باز میکنه، اگه تونستم ازش ویدیو میگیرم، اگه دوست داشته البته میذارم توی ویدیو هدیهشو. مرسی که همراهم بودین. البته میتونم هدیهشو نشونتون بدم. این کیف منه، عین کیف خودم گرفتم واسش ولی قهوه‌ایش. دیگه وقتی این ولاگو ببینه هدیهش هم باز کرده پس مشکلی نداره. میبینم تو ادامه دیگه. من برم که به قرارم با پارمیتا برسم. همه چی حاضر کردم. حالا همه چی خیلی کار خاصی نکردم، همون نورا رو روشن کردم، چند تا شمع گذاشتم اینجا که برگشتنی روشنشون کنم قبل از اینکه حالا پارمیتا بیاد تو اینا. همین دیگه، یه تولد ساده ای گفتم واسه پارمیتا بگیرم، تشکر کنم واسه این همه رفیق بودنش. بریم ببینیم چی میشه دیگه. فعلا برم بیرون یه چایی لیموناد چیزی بخورم و بعدش بیایم تولد بازی.